آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه پهلوه تیار میکنیم. محصولات لازمه برای ما 250 گرم مسلا ما خنک باشد، ملکه کوادراتیک ریزه کرده میتونید اتیارکا گذارانید. 3 دانه تخم زردیش خمیر به استفاده میبریم، سفیدیش برای نچینکش، یک قاشق از رخلیتی، 100 گرم سمیتانه، 450-500 گرم آرد لازم است. این محصولات برای تیار کردن خمیرش لازم است. ما در اول آردمای میگیریم کاسبه. بسم الله الرحمن الرحیم. همیشه نمیگیریم، کمترش نیمتیش میگیریم. حتما آردمو با یک قاشقچه من از رخلیتی همراه میکنیم. میتونید چشم ساده استفاده برید و من 250 گرم مسلا همای آرد مسلا رو ریزنم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند کاری ما با فیض و برکت آبروتیه. ما همه آردامو که مستاموی ریزه نکریم، اول کمتر ریزه نکره، بعد همه آرده همراه کرم و اکنون من 3 دانه زرده تخماموی هم همراه میکنیم. 3 دانه زرده تخم و من سمیتانموی همراه کرده خمیر تیار میکنیم. خمیره ما ناقدر سخت شود. خمیرمان اینطور باید تشویق کنید. زردیش خیلی ملایمه و خمیرمان رو با 3 قسمی برابر تقسیم میکنیم. اینطور من خمیرمان رو تا تیار کردن نچینکاش به خلادیلنیک میگذاریم. من به داخلی پهلوه ها ما چی لازم؟ 4 مغز گرفتم، مویز 4 مغز کلان کلان برای آرا دادن است. سفیدی تخمامه با شکر لب میزنیم. من ناقدر میده ریزه کردم برای اینکه در نشبه به حد با لذت میبیاد. کلان کلان خیلی پهلوه خوردگی باید میشید. خیلی قیمش چقدر از نبرم من کلان تر گرفتم. میتونید جوابکی میده کنید. با من سفیدی تخمامه با 200 گرم شکر لب میزنیم. بسم الله. من خشرو رو زدم باید نمیتونم سختی سفیدی خشرو شود. من مویز من 4 مغزم همراه کنیم. من چینک تیار کردم و با همیشه خشرو آمیخته میکنیم. من خمیرامو هم دم گرفت و قسم خمیرامو کشاده اول میپزیم. من یک قسمی خمیرامو می پرگامنتنی با ماگبا تنوع میکنیم. من نگاه کنید خمیرش چه خشرو زردی بیا ازدار میکشاییم. من یک قسمیش نمیتر تنوع کرده پخته میگیریم. من لیست پرگامنتنی با ماگا گرفتم و که زوالومه خشرو تنوع میکنیم. بسم الله. خمیرش به حد ریزانک میبیاد از سبب که خمیرش روغنی. من همینطور تنوکرم کمتر گردک موندم که برای محکم کردنش نچینکامه به 2 قسمی برابر تقسیم کرده. یک قسمشه میگذاریم. رو تنوع میکنیم. من یک قسمش همینطور گرفتیم. من قبطش پخت نگاه کنید خیلی باریک شود خنک شد. بالی هم میگذاریم. برای چی پختم؟ برای اینکه خمیراش خام نماند ما بینش به از سبب 4 مغز و مویز خمیر بالا بالی هم میشه. و چینکامه میگیریم. من اکنون 3 قبطه کشاده بالی همین خمیرامو با میگیریم پختگی به تنوع کرنگرید نترسیده از بیر از رخلیتی باشه قدیم میبدارد. همه پیچانده بالی
ما خشرو گرفتیم اكو گرداشو محکم میکنیم. من میخمیرای من دوباره مختی خشرو محکم میکنیم. من یک دونه زردی تخمه همه جاش به خشرو میمالیم. میتونید سفیدیشه یعنی نچینتی ترکیبمو با همراه کنید. من اکنون رامبیک خواهید رامبیک یکی چارکنجه خواهید چارکنجه چخل خواهید ریزه میکنیم. پورا ریزه نمیکنیم. ریزه کنید به حد آسان همیشه خیلی برابر میگیریم. نکو رامبیک ریزه میکنیم. ایسش از سپی سخت‌تر بودم رامده است. همیشه این طرف من ریزه میکنیم مثل رامبیک. من بالی هر رامبیکمو با من 4 مغزیر میکنیم. همین طرف بکنید خیلی آمد نه کلام نه مایده. خوردنش به حد ناز. همینطور همش به میچینیم. میتونید خیلی 4 مغزی کلان کلان رو در مدت 35-40 دقیقه 170 درجه مابینی تفتاننده پخته میگیریم پهلوی همویا. همین چگونه میبینید پهلوی با هم سرخ شد. نگاه کنید چقدر سرخی خشر آمد. ما اکنون من 2 قاشق عسل کمتر آب همراه کنم برای مالیدنی روش. ما اول میبریم پهلوی که همین عسلامو قفتیاش من درات. من خشرو عسل میمالیم. میتونید سراب تر کنید شکر که قیام کرده. من که عسل مالسیم. من خشرو عسل مالیدم. با مدت 10 دقیقه دیگر ما به تفتان میگذاریم که عسلش خودش بگیرد. من چگونه میبینید پهلوی گرفتم. نگاه کنید چقدر خشرو بلیسک داده است. ما این کو بریده میگیریم همیشه قسمشه. من چگونه میبینید پهلوی ما هم تیار شد. نگاه کنید چقدر آمد نمودش. همش یک خیل به حد خشرو آمد. رنگش هم خشرو آمد. ورقاش هم درنش هم خشرو آمد. من طبقه به چخه بزیب کرداش. من خمیراش هم به حد نفت. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما دستگیری کنید، پادپیساتیا کنید یا رو دوستای دعوت کنید. انشالله باز با دستگیری شما ویدیوهای بهتر و بهتر میشه. خیر تا ویدیوهای آینده در پناهی خدا باشید.